ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتاری 52. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. میرزا انور نام یک کوکناری چندی در بخارا میرشب شده بود. دانش رسمی او را به طرز زیرین کشیده است. میرزا انور چارزانو نشسته و پینک رفته در کاسه کوکنار را غجیم می کند و در منظره دویم در وقتی کوکنار را غجیم کرده ایستادن او کسی آمده به وی خبر می دهد که از کوچه یک دزد گذشت. میرشب با شنیدن این خبر وای مردم گویان پشتناکی می افتد و پاهایش دراز شده به کاسه کوکنار می رسند که وی برغیلیده می شکند و آبی کوکنار با غوزه های پچق شدهش بروی گلیم پاش می خورد. احمد مخدوم در زیر این رسم با خط خود نوشته مانده است: اگر این کوکناری یک سال دیگر در بخارا میرشبی کند، شهر از دزد پر می شود. احمد مخدوم هنری رسامی خود را در کتابت لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا بر این قصه های عشقی افسانوی کار می فرمود. من یک یوسف و زلیخا را با خط، لوح، جدول و رسم احمد مخدوم دیدم که در همان وقت به قیمت 300 پود گندم فروش شده بود. نظر به قول حامد بیگ، احمد مخدوم همه درآمدهایش را که از راه‌های در بالا بیان یافته می آمدند خرج می کرد و یگان چیز از آنها ذخیره کردن نمی گذاشت. احمد مخدوم در عمر خود یک بار خانه‌دار شده است. در وقتهایی با او علاقه پیدا کردن حامد بیگ یک پسر و یک دختر داشت. شاید فرزندان دیگری وفات کردگی هم داشته باشد، اما از آنها حامد بیگ خبری نداشت. پسری احمد مخدوم که در آن وقتها 40 ساله بود، خانه‌دار و از پدرش جدا بوده، او هم با راه کتابت و لوح و جدول کشی تأمین معیشت می نمود. اما برای دخترش یکی از شاگردان خود را خانه داماد کرده بود که در عین زمان داماد وکیل خرج و دختر بانوی خانه حساب می یافت. از غیر اینها احمد مخدوم یک خادمه در حولی درون، قاری نعمت نام یک جوانی آشپز در حولی بیرون، یک باغبان برای نگاه و بینی باغچه داشت. این چنین قاری کرامتی دلکشی شاعر و تنبوری که در شعر و موسیقی شاگردی خودی احمد مخدوم بود، بسیارترین وقتش را در خانه او می گذرانید. ذکری دلکش و نمونه شعرهایش در صحیفه های 301 302 نمونه ادبیات تاجیک قید شده است. انا همینها بودند اعضای دائمی عائله احمد مخدوم دانش. طرز زندگانی شبانه روزی و هفتگی احمد مخدوم.
از روی قول حامد بیگ، احمد مخدوم هر روز سحر از خواب خیسته بعد از شستشوی به مطالعه و یا کتابت مشغول می شد. بعد از بامداد و پیش از برآمدن آفتاب چای می نوشید و یک کلچه روغن زردی را با نیم کاسه چای قیماقی خورده باز به کار می نشست. نشستگاه دائمی وی بالاخانه‌ای بود که از آنجا دروازه درآمد حولی و پس کوچه بیرونی دروازه‌اش نموده می ایستاد. من حولی و باغچه احمد مخدوم را در قسم دومی یادداشت‌ها تصویر کردم. هرگاه که دوستانی نزدیکش آیند راست به پیش او می برآمدند و با او صحبت کرده می رفتند. با کسانی نافارم چگونه معامله کردن احمد مخدوم در قسم دومی یادداشت‌ها با مثالی که خود دیده بودم تصویر یافته است. گاه ها می شد که کسی بسیاری از دوستانش جمع می شدند و بعضا اینها روزانه تماما در خانه او می ماندند که این حال بیشترین در روزهای تعطیل، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه واقع می شد. در این گونه وقتها مهمانان با ذوق خود وقت می گذراندند. بعضی ها تخته بازی، بعضی ها موسیقی نوازی و موسیقی شنوی می کردند و بعضی ها با شراب دستی صاحب خانه شیر کیف هم شده می گرفتند. اما صاحب خانه مانند آنکه تنها باشد به کار تعریف یا کتابت و یا لوح و جدول کشی خود مشغولی می کرد. احمد مخدوم در یک جایی از نوشته های خود این حال را تصدیق کرده می گوید مضموناً: من تنها مانم بسیار دلتنگ می شوم به حدی که کاری و فکری کرده نمی توانم. اما وقتی که دوستان به خانه من غون شده در صحبت و بازی مشغول می شوند راه تفکر و کار به من گشاده می شود و در این گونه وقتها آزادانه کار می کنم. احمد مخدوم هفته یک شب در خانه خود شب نشینی تشکیل می کرد که اشتراک کنندگان این گونه شبها با دعوت مخصوص حاضر می شدند. این گونه شب بیشترین با بزم موسیقی و رقص می گذشت و در وقت دمگیری نوازنده و خوانندگان مشاعره و یا لطیفه گویی سر می شد. اما صاحب خانه در این گونه شبها هم در گوشه نشسته به کار خود مشغولی می کرد. چیزی را که در اینجا درباره زندگانی خصوصی احمد مخدوم از زبان حامد بیگ نقل یافت، شریف جان مخدوم در تذکیره خود با بیت‌های زیرین تصدیق می کند: پسند آمد او را قلندر وشی، شب و روز مشغوف عیش و خوشی. به وجه معیشت برنگ سلوک، نمودی که رشک آمدی بر ملوک. شب و روز در مجلسش یک طرف، مهیا بودی نای و تنبور و دف. به طرف دیگر فاضلان زمان، یکی بزلگوی و یکی شیرخوان. گروه مقید بودندی مدام، به شطرنج بازی و شربی مدام. جوانانی آزاده نکته‌دان، به خدمتگری بسته هر یک میان. در این نوع غوغای و جوشی خوشی، شعارش نبودی بجز خاموشی. آبیگنده به خندق.
در زمانهای پیش در شرق عادتاً منجم ستاره شناس را معین کننده پیش آمد و طالع آدمان و داننده رواج یا کساد نرخ مالهای تجارتی می پنداشتند. از بس که احمد مخدوم در ستاره شناسی نام برآورده بود، بعضی کسان در خصوص مسئله های مذکور به وی مراجعت می کردند. در این گونه موردها او تنها آن کسی به خودش مراجعت کرده را از حضورش می راند. حتی چنان دلگیر می شد که چند روز کسی را قبول نمی کرد. حامد بیگ در این خصوص واقعه زیرین را حکایه کرد. من روزی به خانه احمد مخدوم رفتم که خدمتگار مرا به در آمدن به پیش آن کس رخصت نداد و هیچ کس را به پیش من نگذار گفت. اما من که به آن کس گستاخ بودم، به من این خدمتگار گوش نانداخته به خانه در آمدم. آن کس در گوشه پیشگاه خانه جامه را به سر پیچانده می خوابیدند. من سرفه کردم، اما از طرف آن کس حرکتی نشد و بعد از آن تقصیر خیر است؟ به شما چی شد؟ گویان صدا دادم. یک افغانی احمق مرا به درجه دیوانگی رساند. برو پی کار خود و مرا به حال خود آرام گذار گفتم. اما من در پرسیش سست نآمده گفتم جواب افغانی احمق را من داده می توانم، چون که من در همسایگی آنها زاییده شدم و با آنها به خوبی حالدان می باشم. شما دلگیر نشده جواب احمق سکوت گویان با آسایش خود مشغول باشید، اما به من گویید که آن احمق به شما چی کرد؟ احمد مخدوم بی آنکه جامه را از سر کشایند و از جا خیزند به من گفتند به گوشه پایین نگاه کن که در آنجا چی می بینی؟ من نگریستم. در آنجا در یک خلطه سفید یک مقدار چای کبود، یک سرقند یک پودی، یک پوستینی پارچه و در یک کاغذ پیچ 500 تنگه 75 سوم پولی نقد بود. من این چیزها را نامبر کرده همین ها هستند گویان صدا دادم. احمد مخدوم وضعیت اولی خود را تغییر نداده ایضاح دادند. همین پگاه یک افغانی خوشلباس با 2 خدمتگارش همین چیزها را آورده در گوشه خانه گذاشت و خود با احترامی تمام به من سلام داده دویده آمده به پیش من زانو زده نشسته با من واخوردی کرد و در وقتی واخوردی خواست که دستانم را بوسد. من با نفرت از او دست کشیده بابا مطلبت را گوی، از من چی می خواهی؟ گفتم. او با صدای زاری کنانه به من گفت من در مهلکه‌ای ماندم که حیات و مماتم به مرحمت شما وابسته است. شما به من لطف کرده گویید که به افغانستان روم یا نروم. من به او جواب دادم بابا تو برادری من یا فرزندی من و یا اینکه یگان کسی به من دخلدار نیستی. من چیکار دارم که تو به افغانستان می روی یا نی؟ او سواری خود را روشن‌تر کرده گفت شما مهربانی کرده به من فهمانید که به افغانستان رفتنم برای من خیر است یا نرفتنم؟ من به او گفتم من غیبدان نیستم. اگر مقصدت راست است یا دروغ، یگان فال کشایاندن باشد، برو در کوچه ها فالبین ها بسیارند، فالت را به آنها کشایان. افغان بغیر از فال شما فال کسی راست نمی براید گویان خود را به پای من پرتافت و به من رحم کنید گفته خواستی پاهای مرا بوسد. من او را پس تیله دادم و این کارت برای من حقارت است، دفع شو گفتم. افغان اگر کشید هم از پیش صاحب حضرت دور نمی شوم گویان در زیر پای من می خیلید.
خدمتگاران افغان و آشپزی من با باغبان در پیش در ایستاده این حال را تماشا می کردند. من به خدمتگاران خود فرمودم که افغان را کشاله کرده از پیش من برآورده به کوچه پیش کنند. آنها آمده از گریبان افغان گرفتند. خدمتگاران افغان آمده خواستند به خدمتگاران من دررفتند، اما افغان به آنها خطاب کرده گفت: زن غابه ها، زن کهبه ها، به نوکران ایشانی صاحب دست نرسانید که دستتان می خشکد. ما و شما سگی این درگاه می باشیم. خدمتگاران او از خدمتگاران من دست کشیدند و او به خدمتگاران من گفت: عزیزان، گریبان مرا رها کنید که من به امر حضرت صاحب اطاعت کرده موقتاً به اختیار خود می روم. و به من نگاه کرده گفت: من تا بیگاهی از پیش حضرت دور می شوم و در بین عصر و شام باز می آیم. در آن وقت یا به من یک جوابی صریح می دهید و یا مرا کشته مرده ام را از این درگاه دور می کنید. حامد بیگ گفت: مخدوم حکایت را به اینجا رسانده به من گفتم: اکنون تو فکر کن که من به این درد بی‌دوا چیکار کرده می توانم و بغیر از جامه را به سر گرفته خوابیدن چی چاره دارم؟ داد از دست نادانی. چاره کار را من به آسانی پیدا می کنم. گفتم: کی بودنی این افغان و چی بودنی دردی او را من فهمیدم و جوابی سوالهایش را هم من می دهم. شما بیهوده خود را دلگیر کرده غم نخورید و تشویش نکشید و بعد از این من نمی گذارم که او به شما روبرو شود. مخدوم قدری آسوده شده جامه را از سر دور کرده و باریشت ها پهلو داده نشسته از من تفصیلات پرسیدند. من عرض کردم: آن افغان وکیل تجارتی حکومت افغانستان است در بخارا و برادری بزرگی او در بلخ نایب الحکومت است. در روزهای آخر در اینجا آوازه شد که حکومت افغانستان آن نایب الحکومت را حبس کرده و گردنش زولانه انداخته به کابل برده است. اما راست یا دروغ بودن این آوازه هنوز به این وکیل تجارت معلوم نیست. او می خواهد که به واسطه فال راست یا دروغ بودن این خبر را فهمد. اگر راست باشد دیگر به افغانستان نرفته به جای دیگر گریزد و اگر دروغ باشد نگریخته به افغانستان رود تا که به سبب گریختنی وی برادرش در تشویش نیفتد و به بازخواستی حکومت گرفتار نشود. خب تو به این احمق چی جواب می دهی؟ گویان مخدوم از من پرسیدند و من جواب دادم. دیروز از تاشخورغان یکی از قدردانهای پدرم به خانه من آمد. خبری نوی که او آورد حبس شده رفتن نایب الحکومت بلخ بود. من به وکیل تجارت این خبر را رسانده می گویم که تا می تواند هر چه زودتر به درون روسیه به یگان جای دوردست گریزد. وقتی که آن جاهل آمد این چیزهایش را به دست او سپرد که این مرداری ها در خانه من نمانند. گفتند مخدوم: این چیزها نه مال شماست و نه مال افغان دوست. گفتم من: مادام که من به سواری او جواب می دهم اینها مال من می شوند. مگر تو این چیزها را برده به زن و بچگانت می خوری؟ گفتند مخدوم با آهنگی ناراضیانه. نه، گفتم من، اما اینها را صرف کرده در همین جا ضیافت تشکیل می کنیم و با دوستان می خوریم. من البته اشتراک نمی کنم. گفتند مخدوم. اختیار دارید. گفتم. همان وقت چای و قند را به قاری نعمت سپردم که در ضیافت آینده ما صرف کند. از قند مربا، نشالله و حلوای تر پزد.
پول و پوستین را به داماد احمد مخدوم که وکیل خرج بود سپردم تا که روغن، برنج، گوشت و دیگر در کارهای ضیافت را مهیا کند و خودم روی خط ترتیب داده خوانندگان، نوازندگان، رقاصان و دیگر دوستان را که به اشتراک نمودند و این گونه بزم و ضیافت سزاوار بودند خبر کناندم. ما 1 هفته هر شب بزم و ضیافت تشکیل کردیم. احمد مخدوم در گوشه نشسته به مطالعه و کتابت خود مشغول بودند و هرگاه که چشمشان افتاد و بینند که ما طعامها را با ذوق تمام خورده ایستاده ایم، خورید آبی گنده به خندق می گفتند. سیاحتی سالانه احمد مخدوم. احمد مخدوم سال 1 بار به تومنهای بخارا سیاحت می کرد که مدت این سیر و گشت به 2 ماه می کشید. وقتی سیاحت او هر سال در ماه آگوست و سپتامبر راست می آمد که در آن ماه ها از روی عادت خربوزه ها، انگورها و در آخرتر این ماه ها انجیر و انارها و دیگر میوه های تیر ماهی می پزند که صحرا پر از نعمت الوان می گردد. احمد مخدوم با 2 عرابه کپ پوش به سیاحت می برآمد که در آنها اسباب سفر، نوازندگان، خوانندگان، خدمتگاران و دوستان نزدیکش جایگیر می شدند و خود گاها به اسب سوار می شد و گاها در عرابه می نشست. در این گونه سیاحت ها تمامی خراجات از کیسه خودی احمد مخدوم بود. از شهر بخارا از دروازه سمرقند برآمده تا دهه سوخت که با ششگاه خویشاوندان پدرش بوده از شهر تا آنجا 32-34 کیلومتر می آید، در راه در باغ‌های دهقانان منزل کرده به 1 هفته می رسید. در سوخت در حوله عمک‌هایش در خانه‌ای که برای خودش بنا کرده بود 15 روز منزل می کرد و از آنجا به دهه کاتیان تومن شافرکام که در آنجا از خوانندگان و نوازندگان دوستانش بودند می رفت و 1 هفته ایستاده بعد از آن به غژدوان می گذشت. در غژدوان در حوله اشوربای بچه نام کسی در خانه‌ای که وی را هم خود بنا نموده و با دست خود نقاشی کرده بود قریب 1 ماه می ایستاد و بعد از آن از سری پوری ایشان زرفشان را گذشته در بوستان و غامزی، عزیزآباد، خسبودون و غربون 1 شبی یا 2 شبی مانده از دروازه مزار به شهر در آمده به حوله خود برمی گشت. در این سیاحت ها احمد مخدوم به کتابت و تألیفات مشغول نشده، فقط روزی خود را با سیر و گشت در درون پاریس و باغ‌ها با مطالعه یا با شنیدن ساز و سرود و گاهی با نواختن تنبور که خود به وی متخصص بود می‌گذرانید. برای درست تصویر کردن سیاحت او و با ششگاه‌های او معلومات زیرین را دادن ضرور می‌نماید. از ریان وابکند 1 راه نه آنقدر کلان از جنوب به شمال راست به دهه دهنوی عبدالله جان می رود و از مرکز ریان غژدوان از شرق به غرب 1 راهی راست به خواجه عارف که مرکز ریان شافرکام می باشد کشیده شده است. دهه سوخت در جای واقع شده است که همین 2 راه یکدیگر را بریده می گذرند. در بریشگاه همان 2 راه در گوشه شرق جنوبیش 1 کولی کلان همواری بی آب واقع شده است که وی را کولی جوبار می نامد. از شمالتر این کول رود سلطان آباد از شرق شمالی به غرب جنوبی جاری شده آمده. وقتی که به گوشه شمال غربی کول رسید راست به طرف جنوب می رود و بعد از 0.5 کیلومتر رفتن راست به طرف غرب می گردد. دهه سوخت در همین گردشگاهی رود
در طرف راست آن واقع شده است و حولی باباهای احمد مختوم باشد در گردشگاهی که رود از جنوب به غرب برمیگردد بنا یافته است. خانه‌ای که احمد مختوم برای خود ساخته است تماماً در گوشه بیرونی آن حولی بوده، درهایش به طرف رود گشاده می شدند و باشندگان آن خانه از آن درها به رود نظر انداخته کول را هم دیده می توانستند. در پیش این خانه در لب رود و در زیر قطاربیدهای پرسایه صفه بلندی هم بود که در وقت گرما به آن صفه نشستن و به آب روان رود نظر دوختن به کس راحت می بخشید. در کل بیشترین خربوزه و تربوزهای میانسالی و تیرماهی کشته می شدند که پاریزهای وسیع حاصلشان رسیده به نشینندگان آن خانه و آن صفه باز حلاوتی دیگر می بخشیدند. احمد مختوم 15 روز ایام سیاحت خود را انا در همین خانه و صفه می گذرانید که عمک بچگانش به او خدمت می کردند و هم اینجا باششگاهی گذشتگان او بود. رودی پیرمست از شرق شمالی به غرب جنوبی جاری شده آمده در قریبی گوشه شرق شمالی قلعه غژدوان آب آن رود به دو تقسیم می شود. یک قسم آن راست به جنوب جاری شده از طرف شرقی قلعه می گذرد. در کنار چپ این قسم رود حولی باغچه‌داری بود، از آنی اشوربای بچه نام کسی. احمد مختوم با کدام راهی که باشد با صاحب این حولی علاقه پیدا کرده در لب رود یک خانه پرنقش و نگار بنا کرده بود که دو دری آن به طرف شرق به طرف باغچه حولی و دو دری دیگرش به طرف غرب به طرف رود گشاده می شد. احمد مختوم قریب 1 ماه سیاحت خود را در همین خانه می گذرانید. در سالهای اولی که احمد مختوم به اینجا برای دمگیری می آمد، آشنای دیرینی او قاضی عبدالواحد صدری سریف ذکر این آدم در قسم 1 یادداشت‌ها و هم در صحیفه های 385 391 نمونه ادبیات تاجیک درج شده است در غژدوان قاضی بود. قاضی مذکور هر شب از ابرهه قلعه فرآمده از یک کچوب رود را گذشته و پیش احمد مختوم می آمد و هر دو صحبت‌های دوستانه می کردند و موسیقی می شنیدند. برای پر کردن شرح احوال خصوصی احمد مختوم از آشپز او قاری نعمت پرچه زیرین را نقل نمودن مناسب می نماید. شما گفتاری 52 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.